سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما دوستان عزیز از جان. با یه ویدیو دیگه خدمت حضورتون رسیدم و امروز قراره در رابطه با این قضیه صحبت بکنیم که شما میتونی قناری همخون رو با هم دیگه جفت بکنی یا خیر. که من اینو تو اغلب ویدیوها به شکل پراکنده بهش اشاره کردم، اما باز مجدد خیلی از شما عزیزان هستین که میایین زیر ویدیوهای ما کامنت میذارید که میگید آقا این شدنی هست یا نه. به خاطر همین من گفتم این ویدیو رو بگیرم با یه تیتر و تامنیل مشخص داخل کانال بذارم که دیگه شما عزیزان دغدغه این قضیه رو نداشته باشید. اگرم اون دست عزیزانی که خاطرشون باشه که ما قبلا میگم به شکل پراکنده بار در رابطه با این قضیه صحبت کردیم، منشأش چی بود؟ منشأ گفتمانمون خط خونی بود. حالا قبل از اینکه وارد بحث اصلیمون بشیم، طبق روال همیشه چیزی که باید خدمت حضورتون مستحضر بشم چیه؟ اینه که من لینک کانال تلگرام زیر ویدیو براتون قرار خواهم داد. حتما عضو کانال تلگرامی ما بشید که اگه قرار بود ما داخل کانال یوتیوب ویدیو منتشر بکنیم اونجا زودتر از طریق لینکش با خبر شده باشید. این از این. و برسیم به بحث اصلیمون، این که شما قناری همخون میتونید جفت بکنید یا نمیتونید. ببینید واسه این سوال جوابش اینه که شما میتونید جفت بکنید. میشه قناری همخون رو جفت کرد. ببینید اصلا خیلی از عزیزان هستن که حالا چند سال متمادیه که دارن جوجه میگیرن و خلاصه یه جورایی حرفه‌ای حساب میشن. کاری که میکنن چیه؟ این که واسه خالص سازی نژاد میان خط خونی درست میکنن. و این خط خونی به چه شکلی اتفاق میفته؟ اینی که میان قناری های همخون رو با هم دیگه جفت میکنن که من توی ویدیوی دیگه به شکل کامل این خط خونی رو واسهتون توضیحش خواهم داد. اما چیزی که اینجا میخوام بگم اینی که شما میتونید قناری همخون رو جفت بکنید، اما داره. ببینید شما خیلی از عزیزان هستن زیر ویدیوی ما کامنت میذارن که میگن آقا ما پارسال یه جفت قناری داشتیم بهمون جوجه داده، امسال اون جوجه ها مونده رو دستمون. واسه این جفتا، واسه این قناری ها دوباره ما باید بریم واسه این جوجه ها جفت تهیه بکنیم یا اینا رو میتونیم با هم دیگه جفتش بکنیم؟ یه سری ها هستن که اصلا یا درست نمیدونن میگن نه، ولی یه سری ها هم گفتم این سوال واسه شون پیش میاد که میتونن یا نمیتونن. اگه میتونن انجامش بدن که گفتم میشه انجامش داد، اما داره. اما چیه؟ اینی که ببینید شما اگر به فرض مثال پارسال یه جفت قناری داشتید که بهتون جوجه داده، امسال میتونید جوجه هاشو با هم دیگه با جفت بکنید با همخونای خودش، مشکلی نداره. ولی اگر این چند سال متمادی صورت بگیره، یعنی این که شما از روی عادت پا بذارین به سال دوم، سال سوم و سال چهارم و خون قاطی مجموعتون نکنید، بگید خب اینا همونایی بودن که سال دوم هم ما همخون جفت کردیم، مشکلی پیش نیومد و امسال هم میکنیم، سال بعدم میکنیم، سال بعدم میکنیم و اینو خلاصه هی ادامهش میدین. ممکنه 8 سال، 9 سال، 10 سال این قضیه رو ادامهش بدید. ببینید سالهای اول به مشکل بر نمیخورید، اما به سال اغلب ببینید مشکلات ژنتیکی تو همون سال دوم هم احتمال داره که بخواد اتفاق بیفته، ولی احتمالش خیلی 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 کمتره. اغلب مشکلات ژنتیکی 4 سال، 5 سال، 6 سال به اونور اتفاق میفته اگر شما خون قاطی مجموعتون نکرده باشید. این مشکلات ژنتیکی هم چه دردسرایی واسه شما درست میکنه؟ اینه که ببینید قناری به دنیا میاد، از تخم در میاد بیرون، پاهاش کج و ماوجه و این کجی پا منشأش همیشه بیماری‌های خونی یا ژنتیکی نیست. این کجی پا ممکنه از کمبود کلسیوم هم اتفاق بیفته واسه جوجه ها. اما اون چیزی که میشه گفت به شکل 100% شایع‌تر از این کجی پاس و اغلب واسه جوجه ها پیش میاد و به شکل 100% میشه گفت منشأش از متاسفانه بیماری‌های خونی و ژنتیکیه، اینه که جوجه به دنیا میاد نوکش کجه یا چشم نداره. اون عزیزانی که حرفه‌ای و خلاصه چند ساله دارن کار میکنن، اگه خط خونی خواستن که درست بکنن به این مشکلات تو همون سالای
آخر دیگه خط خونی برخوردن که همون میشه 5 سال 6 سال. اینی که جوجه به دنیا میاد نوک کجه، یا جوجه به دنیا میاد یه چشم نداره، یا کلا اصلا جوجه به دنیا میاد 2 تا چشمو نداره. اما اغلب وقتی که این بیماری ژنتیکی پیش میاد، جوجه قبل از اینی که به دنیا بیاد داخل تخم خواهد مرد. یعنی اینی که شما میبینید که 15-16 روزه که از خوابیدن ماده رو تخم گذشته ولی جوجه بیرون نیومده. شما اون تخم رو میارید میشکافید، میبینید جوجه شکل گرفته داخل اون تخم، اما متاسفانه چشم نداره یا نوکش کجه و با این دردسرا روبرو خواهید شد. پس ببینید خلاصه کلام و در مجموع چیزی که میتونم بهتون بگم در رابطه با جفت کردن قناری‌های همخون، میتونید جفت بکنید، اما ترجیحاً اگر نیت ساخت خط خونی و خالص‌سازی نژاد رو ندارید، بیشتر از 2 سال یا 3 سال ادامهش ندید، چون میگم به این مشکلات ژنتیکی بر خواهید خورد. اما نه اون سالهای اول، حالا به فرض مثال میگم خیلی از عزیزان بودن اومدن زیر ویدیوی ما کامنت گذاشتن که آقا ما پارسال یه جفت قناری داشتیم جوجه داده، امسال میخوایم جوجه شما دیگه جفت کنیم. اون موردی نداره. اما در صورتی که شما دیگه هی نشه عادت دیگه واسه 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال و الی آخر، چون میگم با اون مشکلات ژنتیکی در آخر بر خواهی خورد. اصولا دیگه سعی بکنید دیگه سال دوم یا نهایت سال سوم اگه نیت ساخت خط خونی ندارید، خون تو مجموعتون قاطی بکنید. و خلاصه این چیزی بود که ما میتونستیم خدمت حضورتون توضیح دادیم. 100% مثل همیشه چیزایی هست که شما میدید من نمیدونم، داخل کامنت ها حتما بیاید بگید و اگه جایی هم از صحبتام نامفهوم بود داخل کامنت ها بپرسید که من جواب بدم خدمتتون. همین، خدا نگهدار.